پیرزن با یگانه پسر کلین و دو نبیرهش زندگی میکرد. از بس که همسرش در ایام جوانی از دنیا رفته بود، او تنها پسرش را به وایه میرساند، میخواند، او را صاحب عائله میگرداند. دختری را انتخاب نموده برای پسرش عائله دار میسازد. اما از آن لحظه ای که عروس به درگاه وارد گردید، خوشدامنش را قبول نکرد همچون مادری عزیزش. بله، از مادری خود نزد آدم‌های دیگر ناموس میکرد، زیرا پیرزن لباس‌های عادی و خاکسارانه را به بر میکرد. اما پیرزن با این دلگیر نگردیده تمام روزش را با دو نبیره‌های عزیزش سپری میکرد. پسرچه کلانی یعنی نبیره کلانی پیرزن بسیار هم خوراک میخورد، تیز تیز گرسنه میماند. زین لحاظ هر لحظه دوان به آشخانه در آمده خوراک‌های بالذت را گرفته به خانه بچه ها یعنی حجره خودش آورده میخورد. بارها مادر کلانش به او پندآمیز میگوید: نبیره عزیزم، تو باید خوراک را در آشخانه خوری. اما او که کودکی نهایت دوان و چقان بود، خوب میگفت و باز رفتارش را تکرار میکرد. کلی خاندان دوگانه هایش را روزی به خانهش دعوت میکند. برای این آمادگی میبیند و شیرینی و خوراک های با لذت را آماده کرده دسترخوان را چنان آرام میدهد و خودش نیز برای آرا و تارا دادن خود مشغول میشود. در این لحظه پسرچه نادان دوان آمده از بالای دسترخوان همان خوراک و شیرینی های با لذت را به یک لالی میگیرد و به خانه خودش در آمده در آنجا میخورد. وقتی که مادرش دسترخوان را میبیند، فیغانش برآمده در حال به حجره فرزندانش آمده، میبیند که لالی خالی در دست پیرزن است. پیرزن پس از اتمام نماز پیشین لالی خالی را میخواست به آشخانه برد، اما کلین خاندان آنچنان به مادر عروسش فیغان میبردارد، او را فریاد میکند، دایبت و صناعت میکند. در این مورد زنگ خانه در خانه صدا میدهد و با فیغان کلین خاندان در را میکشاید و از آنجا همسرش را میبیند که جوان خسته از کار برگشته است. با هزاران تهمت و ملامت فریاد زده مادرش را دشنام میدهد. جوان که خودش بسیار هم خسته بود در حال به حجره مادرش در آمده او را از دستانش زورن بیرون میکند. مادر فریاد میکند: پسرم، این کار را نکن، این تهمت است. من آخر مادرت تو را 9 ماه در بطنم برداشته تو را به دنیا آوردم، این ناحق است، گوش کن مرا. اما جوان مادرش را زورن به بیرون برآورده به نقلیاتش سوار میکند و به یک دشت بیابانی میبرد که در آنجا نه آب بود و نه سایه درخت. به بالای سنگ میشیناند. مادرش دستانش را نزد پسر میبرد: پسر جانم، آخر من مادرت، مرا در اینجا نگذار، التماس میکنم، خواهش میکنم. اما پسر به قفایش نظر نکرده راست میرود. به خانه می آید که الکی همسرش رفتارش تغییر یافته، سیمایش نهایت خندان. داده جانش بیایید، دوگانه هایم آمدن، شنید من آنها را با شما شناس میکنم. همین طور، بله همین طور آنها یک هفته خوشبختانه زندگی میکنند، گویا از مادر خداوند برایشان در خاندانشان بی مادر بخت داده باشد.
روزی پسر در خواب می‌بیند که به چاهی افتاده ایستاده است و چاه نهایت چقور است و دستان او را نجات می‌دهند. می‌بیند که دستانی بیچاره مادر بوده است و او را از پستی نجات داده است. بیدار می‌شود، به حجره فرزندانش می‌دراید و می‌خواهد آنها را خبر گیرد، اما در بالای بالین پسرچه کلانی یک مکتوبی را می‌بیند که در آنجا نوشته است: مادر کلانی عزیزم، من شما را دوست می‌دارم. مرا ببخشید که از گناه من شما را والدانم از خانه بیرون کردند. مرا ببخشید مادر کلانی عزیزم. از دیدن نامه فرزندش پسر به خود می آید و می گوید چقدر بی‌عدالتی کردم نسبت مادر، و در حال به بیرون می براید. به نقلیاتش سوار می شود و از خداوند می پرسد که از گناه او گذر سازد و بار دیگر به دیدار مادرش مشرف گرداند. نهایت در فرصتی که نماز بامداد می خوانند به آن دشت می رسد. می بیند که مادری بیچارهش در بالای سنگ نماز بامداد می خواند. لباسهایش فرسوده و دریده، مویهایش شانه نکرده، لبان و دستان و پایهایش از شمال کفیده خون می ریزد. دوان آمده دست و پای مادرش را می بوسد، پایهایش را بوسیده چشمانش را می بوسد و می گوید خدایا من چیکار کردم؟ مادر جان مرا ببخش. مادر که بخشنده است. بیا بچم. گویان آمده او را به آغوش می گیرد. مادر از چشمانش مثل آبی دریا اشک می ریزد. من تو را بخشیدم پسرم. مادرش را برداشته به ماشینش می آورد و می گوید من می خواهم به شما یک سوال دهم. مادر مرا گوش کنید. مادر گوی چه خیلی طول یک هفته در این دشتی بی آب و تسوان زنده مودید. شاید این مهربانی خداوند باشد. مادر می گوید بله مهربانی خداوند است اول، لیکن در حالتی که تو مرا زورن از خانه بیرون می کردی، همان پسرچه کلانیت از دستش به من یک دانه زردالوی خوش کرده را داد. بین انا این دانه که زردالوی خوش کرده پسرچه مرا طول یک هفته از گرسنگی ایمن داشت. باری دیگر چشمانی مادرش را می بوسد، دستانش را می بوسد، زاری و تولا می کند که او را بخشد. آنها را سپار خانه می شوند. وقتی که وارد خانه می گردند کلین در را می کشاید و می گوید شما نفهمیدید من به شما گفته بودم که در این خانه یا آن کس می ایستند یا من. در این مورد جوان می گوید بله تو را فهمیدم. من می خواهم تو دانی اگر خواهی که با من خوشبختانه زندگی کنی باید اول احترام مادرم را به جا آوری. اول باید به کرده های خود این لحظه از مادرم عذر پرسی، توبه پرسی. سخنها را می گوید و مادرش را به خانه می درآورد. جوان باری دیگر به همسرش نگاه کرده می گوید خودت می دانی اگر که نخواهی می توانی روی، لیکن برای من خداوند یک مادر داده است و دیگر مادر بر نمی گردد. مادران زنده باشید.